خیلی ای تو نیستی میتاری گردنک تا کچ کدا و تل میدم بگم یو سعیده چه خیلی 100 دینار من هر روز تو را 10 دینار میدادم 100 دینار نشید و میگم بخدا قسم من نمیدونم مرغ میدادم مرغ چکو میکردی مرغ میگه این همین کس همین دم میدادم همین 1 درهم یمو را بگرفتم نه 10 درهم جمع شده است مقصد که نفقه روزگار صرفش کرد که یک کس میشه دیدی خانواده از فضل کرم فضل همی خط بنسد اون مردی خدا از فضل کرم الله که طلب کرد الله براش نسد اون مردک 100 دینار گرفت میفهمی خیال کرده است مرد بفروشم من اینجا میدونم که 10 دینار هم 1 درهم تو نیست است نمیگه زنی صالحه بود اگم کاری زن باشه از برای خدا کدام شغل دوست میدونه یه روز میگه در شب مختومی هر دوش در چهارباغ شدگیم هارون الرشید زنش تماشا داد و میگه در سمت پروردگار نام برام عجب چرا زیبا خلق کرده است او را میگه نوزک میکنه اکم میگه او کخشوی بر نمدگیست میگه بخدا قسم میگه خیال میکنه که تو از همین مه دخشوی ماهی شب 14 بود از در عثمان گمان میکنم از همین مه دخشوی سری این بردک میگه که زرموندی که نخواه همین مه دخشوی شد میگه اگر بشردی تو از همین مه خشتو نباشی تو به من 3 طلاق یکی دهانش میره روی جوان بودن اوکی بعد خوشش به سرش میزنه که این چی گپی افتادی بود در تکاپو میغلطن دیگه عالما را دعوت میکنن ای بچه این چیشی 3 طلاق شدی بانوی مملکت ای اوکی حقیقتا حضرت دوستش میداشت از همه هارون الرشید هر قدر که میکنن میگن که یک دستی ما هیچ کار سوخته نیست اما چه که سونها ای ما در خشمو شود ای ما ایشم هیچ کار دارن باید یک شخص مصلحتش میده که حضرت در همین قسمت غربی دریای دجله از بین بغداد میگذره شهر ده حصه تقسیم کرده است یکی از شاگردای امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ابو یوسف قاضی است چی میشود که همون را دعوت کنه اگر همین رشته‌های چگیل همون حنفی رو حل نکرد هیچ کس خرده نمیتونه بخدا قسمی برای ما احناف افتخار میگه شخص فرستاد نزد حضرت اومدن که هارون الرشید صدات کرده است خیست اومد در یک محفل تمام علما جمع شدگی با هارون الرشید سوالش کرد که نمیگه واقعیش آیا 3 طلاق شده است گفت نه اصلا طلاق شده نیست مردم علما اثر طرف این بچه تو چی گفتی ای خدا بترس این چی گفتی تو چی دلیل داری گفت دلیل آیه قرآن است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم این خدای بزرگه که انسان در نیکوترین صورت خلق کرده است نه آفتاب نه مهتاب نه کواکب آسمان هیچ کدامش مثل انسان خشنود نمیشه یک انسان عادی از یک زنگی گفت است ماه و آفتاب در خشنود چه برسه به این سیده زبیده که حقیقتا صاحب جماله اینا ببین همین زن باشه که شوهر وقتی ببینه بگه بخدا قسم تا از همین ماهی شبی 14 برای من زیباتر خوبتر هستی همین خیر زن خدای تعالی کسی را بتا با خدا قسم خیری دنیا و آخرت داده دستش و ایدا امرتها اطاعت کرد زنی صالحه زنی را میگن که وقتی امرش کردی اطاعت کنه فرمانبردار باشه در عهد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در شهر مدینه منوره یک مرد میزیست همراه زنش تاجر بوده است وقتی قصد سفر تجارت شما کرد زنش امر کرد گفت تا آمدن من از خانه نبرم نگفت اگر برومدی طلاق برومدی 3 طلاق امروز 100 شرطی طلاق همه اونا خانه سوخته زنان گفت میبینی که برومد داره 5 تینا میخرش این اخلاق و آداب زنای امروزه بوده از بین چند گذشت زمان پیش سفرات طولانی بودن مخیر با شتر از چند میره توشو مکیر رفت پدرش بیمار شد زن برادرش هم میگن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرستاد که یا رسول الله پدر بیمار شده است اجازه هست که من به عیادت پدرم برم اما حضرت امر کرد که بزن بگو اطیع زوجک شوهر را اطاعت کن زیرا حق شوهر از حق پدر و مادر در ذمه تو بالاتر شده چند دیگر گذشته بود که پدر مرد
باز بیچاره برادرش فرستاد که رسول الله اجازه است که در تشییع جنازه پدرم شرکت کنم. اما فرمان همون بود اطیع زوجک، شوهر اطاعت کرد. زن نرفت، فرمان شوهر گوش کرد. از بای چند گذشت روز حبیب خدا صلی الله علیه و سلم به برادر زن بشارت داد. برای گفت با خواهرت بگو این الله قد غفر لابیها بطاعتها لزوجها. خداوند گناههای پدرش همش مغفرت کرد به خاطر اطاعت همین زن از شوهر. ای کاش که فرزندای ما و خواهرای ما همین که عقل فراست داشته باشند، بدانند که به خدمت شوهر مسلمان آخه پدر و مادرش در رحمت در راحت هستند انشاءالله. سبب داخل شدن به جنت پدر و مادر میگردند این زنهای صالحه و خوب. انا میخوام زن باشه که امرش کنه که به اطاعت کنه، به فرمان از خانه نبراید، اطاعت شوهر را به جا بیاره. زن که در کوچه ها و تک باشد، زن نباشد که مادسک باشد. زن بد در سرای مرد نکو، هم در این عالم است دوزخی او. زینهار است قرین بد زینهار، و قینا ربنا عذاب النار. و اذا غبت عنها حفظتك فی نفسها و مالک. زن خوب صالحه بهترین زنی هست که وقتی شوهر از خانه برآمد غایب شد، تا آمدن هم شوهر هم خچه برای شوهر حفظ میکنه، هم مال شوهر را محافظت میکنه که ضایع تلف نشود. الله اکبر. همین مردای بزرگ در تاریخ ببینه به خدا قسم همشون شری زن داشتن. با شرافت این نبی که زنای بزرگ به درجه و منزلت ها رسید. امام مالک رحمه الله تعالی یک روایت او است. میگه در مدینه منوره از زمره عجمی ها از موالی یک مرد میزیست. میگه وقتی از دنیا رفت خودش مسلمان شده است. بعد سرش هم یک فرزند داشته است. تمام مال و ملکش که عبارت از 30,000 درم بود به همین فرزند میگه میراث میگذاره و میره. و فرزند نصیحت میکنه که بچم از یک خاندان خوب، از یک خاندان پاک‌گوهر یک دخترک صالحه انتخاب کن اگر میخواهی که زندگیت هم خوب شود و آخرت هم. این مرد نامش فروخ بوده است بر روایت امام مالک. همین نامش دانسته میشه که فرزند اینمی سرزمین های خود عجمی کنیه داشت ابو عبدالرحمن. میگه یک دخترک صالحه را به خاطر دین و دیانتش انتخاب میکنه، نکاح میکنه میگیره. اولی نوشه نو عروس هستند، اولی خمالت نگذشته است. یک روز در مسجد نبوی میروه نماز خونی که اونجا بانگ خطر زده است که قیصر روم شاه بیزانتیا با ملک مسلمان ها تاخت تاز آورده است، شهر رقه را ضبط کرده استیلا کرده گرفته است. مردم دعوت دارن که بیایه از مرز بوم اسلامی دفاع کنه. بعد درباره فضیلت جهاد فی سبیل الله گپ میزنن، فضیلت شخصایی که محافظ وطن هستند در اونجا گپ میروه. این در اندیشه میروه سبحان الله اونی فرزند نداره ولی در سر و مسئولیت زیاد کار نشیده است. اگر بازی نرفت خدمت نکنم پگه صاحب یا دو سیاه زرکشم کجا میتونم دیگه برم خدمت دین و خدمت وطن نکنم. با همین فکر اندیشه میآید. زن در نزدش خلو کمی را میمونه و بسیار زنی صالحه و عاقله بوده است. گفت شوهر چرا مضطرب مینمایی؟ گفت این همین کارای زن نمیدونم چیکار کنم. گفت اگر به شرط سفر کنی من هرگز مزاحم تو نمیشم، مانع سفر از نمیشم. برای در روح الله هست. خداوند در زیمای که حقی بیشتر داره از ما. این مرد خدا را وقتی که بشارتش شنید در حال خسر بچه‌هاش جمع کرد خانه در آورد. گفت که برادر من میرم خدمت میکنم. این همه زن ما با شما و شما را به خدا سپارید. تا اومدن و خواهش میکنم که میره کار کنم نگه کنه. مقصد که همین نفقه روزگار شد یا تامین کنه. 30,000 درم آید در پیش شما. این همین مبلغ کم کم بگیره تجارت کنه و مقصد همین به همین زنی من بیشتر و تشتر نمونه. این شغل من میرم یکان 13 خدمت میکنم و بعد دویم رو زندگی را دوام میده. خیزه کوته یک خواهشه که دیگر هم کرد.
گفت که زمان دیگر شده است خانه‌های شهر علاقه نو شدن حتی مسجد نبوی را از نو بازسازی کردن همین پول میرسه انشالله یاد مردی کار بیاری همین خونه ما را یک خسکفه بوده است ای سری نو بسازن اندک زمانویش کنن ای چوب و سنگ بسازنش خودش رفت در همین جنگ اول اسیر می‌شد 18 سال در پلین بوده است در اسارت نصرانی‌ها بعدا کتابت میکنن از بس که تاجر چیره بود سبکدست بود همین خودش خچه میخرد مکاتب میشود جوانی خچه خودش آزاد میکنه تا میآید به وطن میرسه که از بین 20 سال گذشته است وقتی میآید در فکر که همین خونه ما میشناخته باشم شهر دیگرگون شده است میآید که همون خسکفه به همون شکل صورت اولش آنی را میستوزد ابا گو این زن ما یا مرده است یا شوی دیگه کدای رفته دیگه منتظر ایمانش میشه همین نو میخواست در بکوبه که صدای اذان شنید مردای خدا گوش کنید مسجد در پیش خونه مونای در قصه اذان هم نیسته در قصه نماز جماعت هم نیسته مردک 20 سال در خونهش نبوده صدای اذان شنید گفت امر پروردگار مقدم بر همه کار هست اول برم نماز بخونم اومد که بین اذان و قامت یک مقدار فاصله هست که یک جوان ریشسیاه از بالای منبر صحبت دارد 7 فقیه بزرگ مدینه منوره در پای منبر شیطانی صحبت یعنی را برغبت گوش میکنم همین خیلی لذت بود که به به گفت خدا رحمت کنه پدر و مادرت والله گفت اگر خداوند خیلی فرزندت بده دیگه ای دلیورم که رفتی به ارمان میرای عجب پدر و مادری خوشبختی داشته نماز وقتی فرض ادا کرد اومد در همون خونه را میکوف که نخواست همون اشتیاه حدید همراه یاد شاگردکش نزدش اومدن یکی همین شاگردا همین امام مالک ابن انس بود است اومد گفت عمل جان سلام علیکم گفت علیکم السلام بچم گفت اون خدمت بود نگو خونه اومدم اما گفت این خونه ما اون بچه میره کی خریده گفت من خریدارش نمیدونم که ای وقتی خدمت میشناسم در این خونه همین رزبور رفته است که همین وقت از در خونه یک عورت بیرون شد نگاه کرد گفت ربیعه خدا جان تماس کرده این پدر دای این همون ابو عبدالرحمن فاروق است همون مرده که گفت میرم یا سیزو خدمت بکنم میام این اگه خدا بعد 20 سال رسوند میگه پدر و پسر گردن همدیگه را آغوش کردن خیلی گریه و جنگیله شد خیستن آمدن در خونه نشستن این شخص ربیعة الرأی نام دارد استاد بواسطه امام مالک و یکی از اساتذه محترم امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله میشه دیگه چند شش تا صحبت کردن بعد ابو عبدالرحمن گفت که زنک یا داری که